امروز یک سفر کوتاه به دل تاریخ و افسانه‌های ایرانی داریم. روایتی جذاب و شنیدنی از شاهنامه فردوسی درفش کاویانی. درفش کاویانی فقط یک پرچم نبود، بلکه صدای عدالت‌خواهی ملت ایران بود. داستان از زمان پادشاهی ستمگر به نام ضحاک شروع میشه. ضحاک یکی از تاریک‌ترین و منفورترین شخصیت‌های شاهنامه فردوسی هست. طبق روایت ضحاک 2 مار بر روی دوشش داشت و برای تغذیه این مارها از مغز جوانان کشور استفاده میکرد. هر روز مأموران ضحاک برای گرفتن قربانی به خونه‌های مردم میرفتند و مردم از این ظلم پادشاه خشمگین بودند و اما خاموش. تا روزی که نوبت کاوه آهنگر رسید. اونها به سراغ کاوه آهنگر رفتن و فرزند اون رو گرفتن و از او خواستن که نامه‌ای رو امضا کنه مبنی بر عادل بودن ضحاک. کاوه آهنگر این موضوع رو قبول نکرد و پیشبند چرمی تن خودش رو بر سر نیزه بست و به کوچه و خیابان رفت و فریاد زد ای مردم تا کی بیداد پادشاه رو تحمل کنید. خروشان همی رفت نیزه به دست که ای نامداران یزدان پرست، که ای مردم ما تا کی قراره این بیداد و ناعدالتی پادشاه رو تحمل کنیم. و مردم با کاوه همراه شدند و این پرچم نمادی از عدالت‌خواهی و آزادی بین مردم ایران شد. به روایت فردوسی از بین این مردم فردی به نام فریدون به پادشاهی رسید. پس از پیروزی قیام و به تخت نشستن فریدون، آن چرم ساده فقط یک پرچم عادی نبود. شاه دستور داد که پرچمی به ابعاد 5 تا 7.5 متر و از پوست پلنگ یا شیر بسازند و بر روی پرچم نوارهای ابریشمی به رنگ زرد، کبودی، سرخ و بنفش بیاویزند و پرچم را با الماس‌ها و جواهرات گرانبها تزیین کنند. در میان پرچم اختر یا ستاره‌ای درخشان نقش بسته بود. به همین دلیل به درفش کاویانی اختر کاویانی هم گفته میشه. این پرچم از دوران پیشدادیان و کیانیان و تا پایان شاهنشاهی ساسانی به عنوان پرچم رسمی و مقدس مردم ایران شمرده میشد. تا اینکه در نبرد قادسیه بین ایران و اعراب پرچم به دست سپاه اعراب افتاد و اونها جواهرات پرچم رو غارت کردند و پرچم رو به آتش کشیدند. درفش کاویانی هرگز از یاد و خاطر ایرانی ها پاک نشد. قرنها بعد در دوران مشروطه، در زمان نهضت ملی نفت و در بین ملیگرایان معاصر این پرچم نماد استقلال و آزادیخواهی ملت ایران شمرده میشد. درفش کاویانی تا ابد در قلب میلیون ها ایرانی که آزادی رو دوست دارن زنده خواهد ماند. جهان یادگار است و ما رفتنی به گیتی نماند به جز مردمی. به نام نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر دوست داشتید با سابسکرایب و لایک به من انرژی بدین. در پناه نور و عشق الهی باشید.